امیدوار هستیم در ادامه تعداد تماشاگرها بیشتر بشه، چون الان فکر میکنم از مرز 2000 نفر حداقل گذشته و حالا میتونن به ورزشگاه بیان. اون عزیزایی که نزدیک هستند و این اطراف، از این لحظه بازی آغاز میشه. ببینیم سرنوشت این مسابقه چه خواهد شد و کدام یک از این دو تیم میتونن پا به مرحله بعد رقابت‌های جام حذفی آزادسازی فتح خرمشهر عزیز بزنند. برای رحمانی هم یعقوب کریمی رو میتونه راه بندازه اگر زودتر تصمیم بگیره. رو به جلو، پاس چندان جالبی نیست اما اونجا به توپ میرسه سید محسن کریمی. اسماعیل بیگی خطرناک ظاهر میشن در محوطه جریمه، از زاویه بسته. یه فرصت خوب، شاید جدی ترین موقعیت این بازی بود، فرصتی که نصیب بازیکنای مصر شد. گویا راه آهن هم از جام حذفی انصراف داده و امیدوار هستیم که این جام حذفی رو تیم‌های مقدار جدی‌تر بگیرن، چون کلا مثلا جام حذفی برای تیم‌های گمنام هست. یه بار دیگه فرصت برای مصر، درازکش در 2 مرحله. رحمتی توپو میگیره. 52 دقیقه 52 دقیقه یک شوت از راه دور. جابر انصاری، کاوه رضایی چه میکنه؟ بعد برمیگرده با پای چپ، حالا میتونه پاس بده، این کارو میکنه برای کریمی. ضربه سر روی تیر 1 تو بیرون میره. تیکتری جا میمونه جانباریو، اونجا لئوناردو بود که جامون. چه اشتباهی رو انجام دادن مدافعین استقلال. رحمتی یه اشتباهی، فرصت برای کریمی، تک به تک توی دروازه. اون اشتباهی که باید انجام میشد از توی بازیکن رو مسی ها مرتکب شدن و محسن کریمی روی غفلت مدافعین مصر دروازه حریف رو باز میکنه و ناجی استقلال میشه. انجام دادن. ایوبی هر چقدر دوید نرسید به بازیکن جوان و سرعتی استقلال. سید محسن کریمی